تا به حال چنانه که عفو تیلاگینی که گفتیم امضا کرد و وایمه کرده بود که از 25 تا 30 هزار نفر از سخن پردازاش گفتن رحمانوف آزاد میکند، ولی اخیرا فهمیدیم که 16 هزار، 10 هزارش هم اونانی که در زندان ها قرار دارند و 6 هزار دیگه اونایی که بازداشت کردگیان دروغ را در کسایش قگیره پرتاتگی باید که اونا برن زندان کنن، ولی موندگیشان 10 15 20 هزار باید بگیرن. من چند نفر حاضر نام میتونم بگیرم که در بازداشتگاهن از او 10 هزار 15 هزار گرفتگیان در کسایش مواد مخدر دختگیان، انا همونا را باید آزاد کنه. 6 هزار هم خیلی پستا و کردگی آدم را برادر را میدونیم که خونه هاشون افروختن، ماشیناشون افروختن، تمام زندگیشون افروختن، منتظر هستن که همین لعنت کرده الله همو امضا را بکنه و بعد در دست اونا پلا دادگی باید اونا را در عفو شامل خارجشون کنن بروند. انا این از عفو رحمانوف. و باز ببینید که سازمان ملل متحد توصیه داده بود برای آزاد کردن زندانیان سیاسی بیگناه و مانند بزرگ مهریارов، زید سعید و محمد علی حید، سید عمر حسینی، سیف الله زاده، عبدالرزاق رازق و رجب رحمت الله و افراد دیگری که در زندان قرار داشتند توصیه داده بود که اینها را آزاد کنند و با اینها باز یعنی آن مصارفی که یعنی که شما اینها را عذاب داده دروغ را زندانشون کردید برای اینها پرداخت شوند، ولی هیچ چیز جبران پولی پرداخت کم نکردن. نابود جبران پولی رحمانوف جبران پولی را ای رحمانوف ان شاء الله در روز قیامت ما منتظریم. در دنیا ای رحمانوف جبران پولی یعنی که طلب کردنی نیست، کسی تنها همون آزادی را طلب دارن، ولی افسوس که رحمانوف با توصیه ملل متحد هیچ عمل نکرد. و دیروز هم یک مطلب در شبکه اصلاح نت گذاشتیم در مورد رئیس تاجیکان دنیا مراجعت RSF را، یعنی همون ژورنالیستان بدون مرگ یا خبرنگاران بدون مرز را یا لبیک میگوید و در همون امضایی که منتظر است تا اینکه پس از شاسی که در دوشنبه برگزار می شود هم میگردن میروند همون امضا کند، ولی رحمانوف تا به حال دیدیم که چیزی را امضا نکرده است و منتظر امضاش هستند. گفته است که حالا اینا صبر کنن بیستن، بعدی که من هم رئیس را جواب دادم بعد ایو با فکرش میکنیم که چطوری زندانشون کنیم. اکی یا 8 سال 10 سال 6 سال 15 سال در زندان بودن، چند روزی دیگه هم ما بانشون بیستن در زندان. اولی ما تمام کردم پرزیدنتو بیان بروند، اولی پوتین آمده است نصرانیوم نیست یگون گپ نزنه قطع چینزیپین اولی بروند، بعد ما فکر اینا را میکنم. ولی ان شاء الله او روز نزدیک است که رحمانوف یا نزدیکان تو در جای اینها قرار میگیرید و اون روز نزدیک است و محکمه عادلانه ملت ان شاء الله که حکم عادلانه خودش در مورد شما با اون جنایت‌های خشن و خونینی که بر علیه این ملت 30 سال از ادامه داده ایستاده، حتما ان شاء الله شما به کیفر اعمالتون خواهید رسید.